اینجا سوار ماشین میشیم بعدش هم میریم به دشت و بزار باز اینجا بریم به ورزشگاه آزادی اول خودم رو میگویم و منظره رو میگم بعد از زندگی مدت های طولانی به آب بدن ها و مشکلات زیاد و خوردن توپ و اینا میرسیم به ورزشگاه آزادی. حالا ما اینجا داشتیم از مزار رد میشدیم که یک دفعه دیدیم درخت توپ داره اینجا ما دوتا سیاه رو خوردیم داداشم ولی تو تا هم بزن شد بزاقی ماست بعدش هم اینجا بعد از خوردن توپا نهتون آب شه سوار ماشین شدیم ماشین هم پرشیاب بعدش هم سوار رو میکنیم داشتیم حرکت میکردیم این داشتیم شروع اپلیکیشن معروفه درست در آمدون ها دیدیم تلر و این بوده اینجا وجود داشت به جلو نگاه کردیم اینجا دکان مغازه فروشی میوه بود و این جلوتر این زمینی که شابنده داشت اینجا آمده یه لوک پوشایی دیدیم که اینجا فرار کرده بودن یک دفعه همه جایی پیدا شدن دیده میشه ورزشگاه آزادی اونجاه انا اونجاست یکم جلوتر ورزشگاه آزادی من نشون داد ما میرفتیم بودیم اینجا که برای ورود به اونجا اجازه بگیریم پارکینگ رو متاسفانه بسته بودم یه محافظ بچه داشتم باشون درگیری شدیم و باعث شد که ما نتونیم بریم اونجا نگاه میکنه و اینجا دیگه داشتیم میرفتیم دیگه اینجا هم برای برداشت بودیم یک دفعه دیدیم برش خبرهایی هستش اجازه ندارم ما بریم داخل نشون بدیم نشد نماره از حرکتمون به جلو و از بس که میرسه کنیم رسیدیم به خانم اینجا چند قدم پیاده رفتیم هم تو خوشی هم تو جلو منتظر بود یعنی محافظ داشتم که الان محافظشون درگیری رخصی اصلاش قدم رو برامو نزار آزادیه برو همینطور تیم